با فرار نگهبان سردخونه شروع میشه که تو جنگل فرار میکنه و وقتی به جاده میرسه یه ماشین زیرش میکنه. بعد کارگاه جیمی وارد این ماجرا میشه. اون یه دختر داره که 2 ساله ندیدتش و تو برلین زندگی میکنه. با همکارش میره بالای سر نگهبان که حالا رفته تو کما. همکارش میگه اون نگهبان شب یه سردخونه است. همین میشه که جیمی میره تو اون سردخونه. نگهبان پستشو ساعت 8:30 ترک کرده. این نگهبان 3 سال اینجاست و تا حالا هم آجی روشن نشده. دقایقی قبل از فرار با پلیس تماس گرفته. تمام درهای سردخونه 8 بسته میشه و ورود و خروجی نیست. شاید یکی یه شوخی بدی باهاش کرده، اونم وحشت کرده. ولی یه جسدم ناپدید شده. جسد متعلق به یه زن به اسم مایکا بوده که علت مرگش هم سکته قلبی و هنوز کالبوچکوفیش انجام نشده بوده. پلیسا میرن دوربینا رو چک میکنن. متوجه میشن تمام دوربینا قطع شده بودن به جز یکی که فقط نگهبان رو نشون میده. یه چیزی توجه نگهبان رو جلب میکنه اما آلارمی روشن نمیشه. واسه 5 دقیقه نگهبان پستش رو ترک میکنه و وقتی برمیگرده داره از یه چیزی فرار میکنه. جیمی دستور میده کل سردخونه و جنگل رو محاصره کنن. یا یکی اونو دزدیده یا جسد خودش فرار کرده. یه نفرم کد اتاق امنیتی رو تغییر داده. یه تیم فنی میاد تا در اتاق امنیتی رو باز کنه. جیمی یه سری اطلاعات در مورد مایکا میخواد. همکارش میگه با یه یارویی به اسم الکس ازدواج کرده و مدیر شرکت فارماتک بوده. یه لابراتوار داروسازی که زن صاحب اونجاست. چند تا کار تجاری هم با 2 تا خواهرش داشته. مایکا از یه سفر کاری از لس آنجلس برگشته بوده. بعد فیلم به نحسه ازدواج مایکا و الکس میره و خواهرای مایکا دارن فیلم عروسیشون رو نگاه میکنن. خواهر الکس هم اونجاست و سعی داره برادرش رو دلداری بده. همگی از اونجا میرن و الکس تنها میشه. موتورش رو سوار میشه میره خونه دوست دخترش کلارا. الکس میگه تموم شد، من به خاطر تو این کارو کردم. گوشی الکس زنگ میخوره، بهش خبر میدن که جنازه مایکا گم شده. کلارا میگه مطمئنی اون مرده؟ الکس میگه آره، من کارمو بلدم. شاید هم اشتباه شده و جسد یه نفر دیگه از گم شده. کلارا میگه نرو، شاید طلب باشن و بفهمن که تو کشتی. اما الکس میگه دلیلی نداره مشکوک بشن، اگه نرم مشکوک میشن. کلارا رو بغل میکنه و میره سردخونه. با جیمی صحبت میکنه و اون میگه فرضیه اول ما اینه که یکی جسدو دزدیده. الکس میگه مگه اینجا نگهبان نداره؟ براش توضیح میدن چه اتفاقی واسه نگهبان افتاده. جیمی میگه ممکنه واسه قاچاق اعضای بدن باشه، اما خلافکارا ردی از خودشون به جا نمیذارن. قاچاقچی بدن انسانم یه دونه جسد رو نمیدوزن، به علاوه جسد افراد جوون رو میدزدن. جیمی میگه پس یه خصومت شخصیه، با کسی مشکلی داشتین؟ الکس میگه نه. جیمی میگه شاید با خودت مشکل داشتن، خواستن اینجوری اذیتت کنن. الکس میگه منم با کسی مشکلی ندارم. دکتری که گواهی فوت مایکا رو امضا کرده میاد. واسه همین الکس تنها میمونه. به کلارا زنگ میزنه. میگه برو سراغ نگهبان و ازش اطلاعات گیر بیار. بعد تماسشو پاک میکنه. جیمی میاد میگه دکتری که مرگو تایید کرده میخواد باهات حرف بزنه. دکتر میاد میگه همسرتون از سفر کاری برگشت و شما گفتین ترس از پرواز داشته. فشار توی پروازهای طولانی میتونه باعث حملات قلبی بشه. الکس میپرسه یعنی پرواز باعث سکته شده؟ خانم میگه ممکنه، اما گزارشی از ضایع قلبی عروقی نداریم. ممکنه کاتالیست فری یعنی بی‌حسی و صفر شدن عضلات بوده باشه و واقعا نمرده باشه، یعنی مرگ مصنوعی بوده. دکتر با پلیس تنها میشه و اونا میگن اگه واقعا نمرده بوده پس چرا وقتی به هوش اومده کمک نخواسته؟ این که جسدو دزدیدن منطقی تر. دکتر میگه یه قانون هست که میگه علت هر مرگی قتله مگر اینکه خلافش ثابت بشه. جیمی میگه پس چون جسد نیست کالبوچکافی هم نیست. و الکس شک میکنن و میگن اصلا ناراحت نیست. الکس میخواد بره خونه اما همچین اجازه‌ای بهش نمیدن. یهو برقا قطع میشه. الکس یکی رو پشت در سردخونه میبینه. میره داخل و میبینه یه جعبه اونجاست که وسایل همسرش توشه. دارویی که به همسرش تزریق کرده هم اونجاست. حالا فیلم به عقب میره. الکس یه مقدار شراب برای زنش میریزه. توشم از اون دارو میچکونه. میبره برای مایکای سیاه بخت که تو هموم و تازه از سفر برگشته. مایکا میگه پس خودت چی؟ واسه خودت هم میریختی؟ الکس میگه ساعت 9 و باید برم سر کار. میبوستش.
مایکا میگه اما ما 3 هفته از هم دور بودیم، باید با هم حرف بزنیم. الکس میگه جلسه دارم. مایکا میگه تو رئیسی، هر کاری بخوای میتونی بکنی، کسی جز من نمیتونه اخراجت کنه. الکس میگه من از این مسخره بازی خوشم نمیاد، بعدم میبینمه. یه گوشه میسته تا مطمئن بشه زن شرابو میخوره، یه سرم گریه میکنه. مایکا با گوشی تماس میگیره، میگه الکس نمیتونه بیاد جلسه. الکس هم از این طرف بالبال میزنه داری چیکار میکنی؟ مایکا میگه شرکت خودمه، هر کاری لازمه میکنم. بعد الکس میگه حالا کل روزو باخنی. الکس خوشش نمیاد. مایکا میخنده و میگه شوخی کردم، با کسی تماس نگرفتم. امشب هر جایی تو بگی یه میز رزرو کنی. برقا میاد و جیمی میاد داخل. الکس هم دارو رو تو جیبش قایم میکنه. جیمی میگه اینجا چی کار میکنی؟ الکس میگه یه صدای شنیدم. پلیس جعبه رو میبینه و میگه اون تو کمد بوده، قفلش هم به زور باز شده. تلفن همراه جسد نیست. الکس میگه من چیزی بر نداشتم. جیمی میگه جیباتو خالی کن. الکس جیباشو خالی میکنه، اما جیمی بهش شک داره. میره اونو میگرده، دارو رو پیدا میکنه. الکس میگه افتاده بود روی زمین، میخواستم بندازمش دور. جیمی میگه چه جالب، اسم شرکت شما هم روش زده. میدتش به همکارش و به الکس میگه اون چیه. الکس میگه کاربردهای گوناگونی داره اما تخصص من نیست. تلفن الکس زنگ میخوره. جیمی بهش میده، میگه جواب بده. اون میگه خواهرمه، اما کلاراستو میگه من تو بیمارستانم. اسم یارو چی بود؟ الکس میگه من خوبم، اما مایکا هنوز پیدا نشده. کلارا میفهمه که اون نمیتونه حرف بزنه. الکس میگه بعداً بهت زنگ میزنم. از پلیس میپرسه میتونم برم خونه. پلیس میگه اول اظهاراتتو میدی. الکس میگه قبلش میرم دستشویی. با کنارا تماس میگیره. میپرسه چی پیدا کردی؟ کنارا میگه هنوز تو کما است، فکر میکنن من همراه مریضم. الکس میگه فکر میکنم یکی خبر داره. تعریف میکنه که تو سردخونه چی شده. کنارا میگه بهت گفتم این یه تن است و نباید بری. الکس میگه چطور چیزی که فقط من و تو میدونستیم یکی دیگه میدونه؟ تو به کسی گفتی؟ کنارا میگه نه به مولا. الکس میگه من کارمو درست انجام دادم، باید بفهمیم مایکا چی شده. امشب سالگرد فوت همسر جیمی و اون ناراحته. همکارش داره بهش دلداری میده، میگه برو خونه من جات وای میسم، اما جیمی قبول نمیکنه. حالا میگم چرا. الکس تو سرویس سیگار میکشه و صورتشو میشوره. پنجره یکی از توالت‌ها باز میشه، یه پاکت برش گذاشتن، یه کارت دعوته که نوشته ضیافت سرانه شام، هتل تیولی 8. پشتش هم نوشته شده چشامو میبندم و تو هنوز با منی. الکس یادش میفته از سر کار برگشته بوده خونه و اون دعوتنامه رو تو خونه میبینه. مایکا میاد پیشش و میگه چرا دیر وقت اومدی خونه؟ قرار شامو فراموش کردی. الکس میگه کارم زیاد بود. مایکا میگه تماس گرفتم آزمایشگاه نبودی. الکس میگه رفته بودم چند تا نمونه بگیرم. مایکا میگه موبایلتم جواب ندادی. الکس میگه تو ماشین جا مونده بود و معذرت خواهی میکنه. همو میبوسن. مایکا میگه اون کدی که من برات خریدم و بپوش، اما الکس میگه نه اون یکی رو میپوشم. دقت میکنین مایکا چقدر سنته داره روش. مایکا ناراحت میشه و میگه میدونم که دیگه جوان نیستم، شبو داری دیر میای خونه و گریه میکنه. الکس میگه چی شده؟ مایکا میگه هیچی، آهنگ ناراحتم میکنه، نمیخوام تو رو از دست بدم. همو میبوسن و میرن رو تخت و این گونه به قرار شام نمیرسم. نیمه شب یه پیام واسه الکس میاد. کلارا نوشته چشمامو میبندم و تو هنوز با منی. مایکا این بیدار میشه اما به روش نمیاره. به زمان حال برمیگردیم. الکس حسابی قاطی کرده. کارت دعوت رو پاره پوره میکنه، میرزه تو توالت، اما سیفون کار نمیکنه. پلیس میاد دنبال الکس و اونم مجبور میشه یه کار حال به هم زن بکنه. کاغذا رو دیر میاره میخوره. کی صفت حالم به هم خورد. بهش میگن یه سرنخ جدید داری. وارد اجاق امنیتی میشن. جیمی میگه کل ساختمون رو از اینجا کنترل میکنن، اما یه کانال هوا داره که به پشت بوم راه داره. یه نفر اومده اینجا و ارتباط امنیتی رو قطع کرده. به سردخونه دسترسی داشته و جنازه مایکا رو دزدیده. پلیس تمام پله اضطراری که به پشت بوم میرسه یه جای کفش پیدا کرده. جیمی به الکس میگه 20 مارس 2012 برات چه معنی میده؟ الکس میگه هیچی. جیمی میگه یکی تاریخ و ساعت رو عوض کرده، احتمالاً همونیه که جسد دزدیده. تنها راه خروج از اینجا همون دره که باید رمزش رو داشته باشی. صفحه کنترلش هم دستکاری شده. رمز امشب عوض شده. رمزش شده 23/2012، همون رمزی که واسه آزمایشگاه الکسه. وقتی تو آزمایشگاهه کنارا بهش پیام میده تو رستوران منتظرتم. مایکا هم یهو ظاهر میشه. یه روز زودتر از سفر برگشته بوده. به الکس میگه دیدم داشتی رمز رو عوض میکردی، چرا اون تاریخ رو انتخاب کردی؟
بعدم بهتون میگم این تاریخ چیه. مایکا میگه نهار بریم بیرون. الکس میگه نه کار دارم. آره راست میگه، با دوست دخترش قرار داره. مایکا بهش نشون میده که براش یه موتور خریده. مجبور میشه که با مایکا بره دور. برگردیم به سردخونه. جیمی میگه اونی که زنتو دزدیده با آسانسور وارد سردخونه شده و اونو برده. بعد بهش میگه که رد پا پیدا کرده. ازش میپرسه سایز پا چنده؟ اونم میگه. یهو برق آسانسور تا دست میشه و توی یه طبقه میسته. یکی سیستم اعلام حقیق رو فعال کرده. جیمی میگه بریم به سمت لابی. گوشی الکس زنگ میخوره. کلاراس بهش میگه نگهبان هنوز تو کماست. الکس میگه یکی تاریخ روزی که همون دیدیم و تو اتاق امنیتی زده. یادتونه تاریخو؟ بعد یه دستبند مرده به اسم کلارا مینر میبینه و همراه یه کلید. اسم دوست دخترش دیگه. توهم میزنه که مایکا رو دیده. به کلارا میگه به نظرم مایکا هنوز زنده است و داره با همون بازی میکنه. اون داره کاری میکنه پلیسا فکر کنن من جسدو دزدیدم. از یکی هم داره کمک میگیره. کلارا میگه از اونجا بیا بیرون با هم فرار میکنیم. آب قطع میشه و جیمی پشت سر الکسه که بازم خواهرت بود. آره گوشیو بده. الکس میده اما چیزی نمیتونن از گوشیش پیدا کنن چون به یه شماره ثبت نشده زنگ زده. پلیسا میفهمن یکی با سیگار اعلان حقیقو فعال کرده بوده. سیگارم نزدیک دستشویی بوده. یکی از پلیسا میگه کار الکسه. وقتی تو دستشویی رفتم دنبالش بوی سیگار میداد. آب همه چی رو شسته و دیگه نمیتونیم ردی ازش پیدا کنیم. گزارش اون دارو هم رسیده و مشخص میشه رقیق کننده خونه. 5 ساعت بعد از مصرف اثر میکنه و هیچ اثری از خودش به جا نمیذاره. جیمی میگه یه ماشین خبر کنیم میبریمش اداره پلیس. تو خواب میبینه پنجره باز شده و جلوش لیوان شراب گذاشتن. دقیقاً مثل همونی که به زنش داده. مایکا هم میاد میگه امشب مال منی. وقتی اسکات میپره تو سردخونه آهنگ پخش میشه. میره سراغ منبع صدا و یه گوشی پیدا میکنه که داره زنگ میخوره. اونم تو کاور یه جسد. مایکا داره زنگ میزنه جواب میده صدای ناله میاد و قطع میشه. الکس نگاه میکنه ببینه جسد واسه کیه که واسه یه یارویی به اسم خامیر آلونسوه. همون موقعی که داره روش قرفه کنه تماسای این گوشی رو چک میکنه همش مایکاست. به مایکا زنگ میزنه یه خانم جواب میده که توی یه رستوران کار میکنه. خانومه میگه تلفن مایکا اینجا جا مونده. الکس میگه چطوری اون تلفن رو گیر آوردی؟ مایکا امروز بعد از ظهر فوت کرده. آخرین باری هم که دیدمش تلفنش باهاش بود. خانومه میگه این تلفن امشب جا مونده. الکس حسابی شوکه میشه و میگه کی اونو جا گذاشته اونجا؟ خانومه میگه نمیدونم تو دستشویی جا مونده بود. الکس میگه رو صفحه یه نگاه بنداز و شماره رو بهم بده. خانومه میگه خانیه. ببین رو صفحه نوشته تغییر مسیر. خانومه نگاه میکنه میگه آره. الکس تلفن رو قطع میکنه. بعد یادش میفته با مایکا رفته بودن به اون رستوران. قبل از سفر مایکا به لس آنجلس بوده. و الکس میگه بیا با هم بریم. اما الکس میگه کار زیاد دارم. یه پیرمرده به مایکا سلام میده. مایکا میره پیشش روبوسی میکنن و برمیگرده. میگه اون وکیل جدیدم بود. الکس میگه بس خواهرت چی؟ مایکا میگه اون وکیل توئه. میخوام قرارداد ازدواجمون رو دوباره اصلاح کنم. الکس به هم میریزه. مایکا میخنده میگه شوخی کردم. روانکاومه. الکس با اون گوشی با کلارا تماس میگیره و همه چی براش تعریف میکنه. کلارا میگه رفتم خونه منتظرتم بیای با هم فرار کنیم. الکس میگه تلفن واسه همونی که تو رستوران دیدنش. مایکا گفت اون روانکاومه. تو پرانتز بهتون بگم یعنی همون جسدی که تلفن از توش برداشته. الکس میگه مایکا دروغ گفت که یارو روانکاو بشه. حالا میخواد مجبورم کنه ارتباط بین اون رستوران و اون مردو بفهمم. جزئیاتشو برات فرستادم تو بهم کمک کن ربطشو بفهمم. جیمی طفلی زمان جوانیش یادش میاد وقتی که دخترش بیمارستان بود و اومد با جنازه زنش فدا کنه. تولد دخترشون روزای شیرینشون رو یادش میاد. همکار جیمی میاد بهش میگه برگاهی که وکیل مایکا بهشون داده رو بررسی کردن. اون نه تلفن همراه نه تلفن خونه‌شو جواب نمیده و باید با چند نفر برن خونه‌شو بررسی کنن. جیمی هم میره سراغ الکس و بهش میگه به نظرم تو زنتو با اون دارو کشتی. جنازه‌ش هم دزدیدی که نتونن کاربرد شکافیش کنن. الکس میگه رو چه حسابی اینو میگی؟ جیمی میگه رفتارت. الکس گردن نمیگیره. میگه اگه اون دارو به خودش داده باشم جسدشو نمیدوزم چون تو کالبد شکافیش خودشو نشون نمیده. جیمی ضبط صوتشو روشن میکنه و در مورد رابطه الکس و مایکا میپرسه. الکس میگه تو آوالان بود توی جزیره نزدیک لس آنجلس. منم وقتی سال اول دانشگاهم تموم شد چند روزی اونجا بودم. یه روز صبح از یه تپه داشتم بالا میرفتم که لاستیکم
ترکی. مایکل اومد کمکم. توی هتلم بودیم. خانواده‌اش از دست داده بود و ناراحت بود. جیمی میگه آره اما میلیونر شده بود. اونم یه ارث کلو. جسدشو چطور پیدا کردی؟ الکس میگه از سر کار اومدم دیدم افتاده روی مبل و مرده. سریع به آمبولانس زنگ زدم. پلیسم بعدش اومد. جیمی میگه زنت 3 ماه پیش یه کارگاه استخدام کرد و تو رو تعقیب میکرده. اون بهت شک کرده بود که داری بهش خیانت میکنی. پس اگه یکی از بندای قرارداد ازدواجتون تخطی میکردی، اون درخواست طلاق میداد و تو همه چی از دست میدادی. حالا سوال اینجا، دونسته مچتو بگیره؟ قبل اینکه طلاق بگیره تو کشتیش. یه ماشین فرستادیم خونه خاویر آلونسو، کارگاه همسرتون. الیس کوب کرده. میگه جسدشو تو سردخونه دیده. جیمی رو میبره که نشونش بده، اما یه اسم دیگه است. الکس دیگه داره روانی میشه. اسم همه مرده ها رو میبینه، اما هیچ کدوم نیست. میره سرویس بالا میاره. گوشی جیمی زنگ میخوره. همکارشه بهش میگه اثری از آلونسو نیست. یه نفر هارد دیسکشو برداشته. جیمی میگه برو خونه الکس رو تفتیش کن. خودم حکمشو میگیرم. ماشینی که قرار الکس رو جابجا کنه تو جاده گیر میکنه. الکس از فرصت استفاده میکنه و به کلارا زنگ میزنه. میگه که آلونسو کیه. کلارا میگه میدونم. وقتی بیمارستان بودم یه نفر اومده یه پاکت نامه گذاشته زیر در خونم. یه فلش مموری هم توش بود. فرستنده نداره و توش یه سری عکس بود. برات میفرستم. بله، عکسای هرز پریدنشه. کلارا میگه اونا بهت میکروفونم وصل کرده بودن. وقتی داشته نقشه قطع زنشو میکشیده صداش ضبط شده. الکس میگه مارکا همه چیو میدونسته. به زودی میاد دنبال تو. باید از اونجا بری. کلارا میگه حس میکنم یکی اینجاست و تنها نیستم. بعد میره تو خیابون و الکس صدای تصادف میشنوه و گوشی قطع میشه. میخواد بره بیرون کمک کلارا، اما جیمی نمیذاره و میزنه تو صورتش. بالاخره بعد از اون شب طولانی خورشید طلوع میکنه تا پرده برداره از این معما. جیمی یه ماشین گشت میفرسته به آدرسی که الکس داده تا کلارا رو نجات بده. حالا الکس باید همه چی رو اعتراف کنه. میگه کلارا رو 8 ماه پیش دیده، داشته درس میداده، با مایکا هم دعوا شده بود و تمرکز نداشته، تا اینکه کلارا 20 دقیقه بعد از شروع کلاس میرسه. از اونجا ارتباطشون شروع شده. میگه تازه پزشکی رو شروع کرده بود و تو شیمی مشکل داشت. منم کمکش میکردم. کم کم ارتباطمون بیشتر شد و مایکا بهم شک کرد. در نهایت اینقدر رابطشون زیاد شده که همو بوسیدن. بعد رفتن خونه کلارا. حتی نتونستن تحمل کنن به خونه برسن. تو آسانسور کارشون رو شروع کردن. همون شب داستان زندگیشو به کلارا میگه. کلارا به هم میریزه و میگه نمیخواد به کسی خیانت کنه. الکس میگه من عاشق کلارا شده بودم. اون با دوست پسرش به خاطر من به هم زد، اما من آمادگیشو نداشتم که به مایکا بگم. کلارا هم از صبر کردن خسته شده بود و نمیخواست منو ببینه. واسه همین ناپدید شد. من بدون اون نمیتونستم. رفتم سراغش و بهش گفتم با مایکا تموم کردم. اما مایکا منو تحت نظر داشت. میدونستم طلاق به نفع اون تموم میشه. کلارا هم میگه یا من یا اون. اونجوری میشه که نقشه قتل رو میکشن. جیمی میگه پس اگه نقشت دقیق بوده چرا الان مایکا بیدار شده؟ الکس میگه مایکا از همه چیز خبر داشته. ممکنه گیلاسا رو عوض کرده باشه. بعد یه نورولپتیک تزریق کرده باشه که دچار مرگ مصنوعی بشه. کم کم خون رقیق میشه، تنفس آروم میشه و عملاً قلب از کار میافته. بعد دوباره متابولیسمش فعال میشه و بدنش به حالت عادی برمیگرده. به جیمی خبر میدن که نقشه سردخونه رو تو خونه الکس پیدا کردن. یه بیل و ساک ورزشی هم تو صندوق عقب ماشینشه. یه کلت 32 میلیمتری هم توی جعبه تو خونش بوده که جواز نداره و تازگی باهاش شلیک شده. بهشون خبر میدن که نگهبانه هم به هوش اومده. اون گفته دوربینا یهو قطع شد. نگهبان رفته ببینه چه خبره. یه سری سر صدا هم میومده. میره میبینه جسد نیست و تو آسانسور نشسته. بعد آسانسور بسته میشه. نگهبان با پلیس تماس میگیره. آسانسورم خالی برمیگرده. از توش یه مرد سیاه‌پوش میاد بیرون که به سمت شلیک میکنه. نگهبانم در میره و تصادف میکنه. جیمی گلوله‌های شلیک شده رو به الکس نشون میده و میگه اسلحه تا پیدا کردیم. الکس میگه اون اسلحه واسه مایکاست. جیمی میگه همسرتو کشتی و جسدشو دزدیدی. الکس میگه اینا همش کار مایکاست. هیچ کدوم از اتفاقای دیشب تصادفی نبوده. کلارا میتونه داستان منو تایید کنه. دارن الکس رو به پایگاه منتقل میکنن. تو راه به جیمی خبر میدن کسی خونه کلارا نیست. پلیسا تو همون مسیر سردخونه تو جنگل یه جسد پیدا میکنن. الکس رو میبرن برای شناسایی جسد مایکا. بعد جیمی همه رو میفرسته سر کارشون. با الکس تنها میشه. میخواد ببرتش، اما الکس اونو میزنه و در میره. وسط جنگل میخوره زمین. جیمی میره سراغش، بهش میگه خیلی سخته که آدم بخواد شخصیتشو جوری جلوه بده که تا حالا نبوده. الکس میگه من داره چه میشه. جیمی میگه ما 8 ساعت تو سردخونه نشسته بودیم واسه همین حالت بده. الکس میگه من به کمک نیاز دارم، تو رو خدا. جیمی میگه
این قضیه منو یاد همسرم میندازه. 10 سال پیش تو چنین روزی مرد. در ظاهر تصادف کرد، اما در واقع به قتل رسید. دخترم هم تو ماشین بود. یه تماس با اورژانس میتونه زندگی زنمو نجات بده. اما ماشینی که بهمون زد فرار کرد. حدس میزنم یا مواد زده بود یا مست بود. زنش هنوز زنده بوده. 1 ساعت همونجوری مونده و بعد مرده. من سعی کردم پلاکو به خاطر بیارم، اما نشد تا اینکه 1 سال بعد دخترم یادش اومد. ماشین واسه یه هتل تو آوالون بوده. تو یه جزیره بود. کلی وقت گذاشتم پیداش کردم. بله بچه‌ها، راننده الکس بوده و مارکا بهش گفته که فرار کن. بعد نشون میده که کلارا دختر خودش اواست. آخ خوب رو دست خورده. جسد و خود جیمی دزدیده. مسیر رو اوا تو ماشین الکس گذاشته. اون تماس هم کار خود جیمی بوده. تصادف هم نکرده و اونجوری وانمود کرده تا الکس اعتراف کنه. جیمی میگه اوا بدونی که بهم بگه باهات رابطه برقرار کرد. اون میترسید که تو قاتل مادرش نباشی. هم اون شب بعد از خوابیدن با دخترم بدترین راز زندگی تو بهش اعتراف کردی. من به دخترم چراغ سبز نشون دادم بیاد سراغ تو و همسرت. تو عروسک ما بودی. من اون فاکتورا رو تو پرونده گذاشتم. بعد از تمام این ماجرا اوا برگشته بینی. آلونسو هم داره با خیال راحت سفر میکنه. جیمی میگه الان من جسد همسرت و اعترافات تو رو دارم. دیر یا زود همه باید تاوان کارشون رو پس بدن. تو هم به زودی میمیری. فیلم نشون میده که اوا از همون دارو تو شراب الکس ریخته بوده، واسه همین هست که حالش بده. بله، الکس هم میمیره و فیلم تموم میشه. خیلی فیلم متفاوتی بود، اونم با یه پایان شوکه کننده. درسته که الکس و مایا حقشون بود تاوان پس بدن، اما به نظر من این شکلی مردن براشون خیلی زیاد بود. نمیدونم، از طرفی هم جیمی و اوا حق داشتن. نظر شما چیه دوستای من؟ شما قضاوت کنین، حقشون این بود یا نه؟